پسر نوجوان وارد یه باجه تلفن توی یه فروشگاه شد و تلفنو برداشت. صاحب فروشگاه هم داشت نگاه میکرد. پسر گفت: خانم، من یه بچه فقیرم. میشه کار چمنزنی خونتون رو به من بدین؟ زن جواب داد: ممنون، ولی من از قبل یه نفر رو برای این کار دارم. پسر بی خیال نشد: من نصف قیمت اون آدم براتون چمنا رو میزنم. زن گفت: من از کاری که اون انجام میده کاملا راضیم. پسر کوتاه نیومد و ادامه داد: خانم، من حتی رایگان خونتون رو جارو میکنم. لطفاً منو استخدام کنید. زن جواب داد: شرمنده، ولی جوابم منفیه. پسر با لبخند گوشی رو گذاشت. صاحب فروشگاه که همه چیزو شنیده بود رفت سمت پسر و گفت: من از انرژی و سماجتت خوشم اومد. اگه خواستی میتونی پیش من کار کنی. پسر گفت: نه ممنون. صاحب فروشگاه تعجب کرد: اما تو که انقدر برای کار کردن اصرار داشتی. پسر جواب داد: من فقط داشتم چک میکردم تا ببینم کارمو درست انجام میدم یا نه. اون کسی که برای خانم کار میکنه منم.